روز 12 اکتبر در چارچوب مخالفت با پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی بلاروس، هزارها ساکن شهر مینسک در راهپیمایی بازنشستگان اشتراک کردند. ده‌ها هزار نفر با پرچم‌های سفید و سرخ رمز انقلاب بر ضد لوکاشنکو به کوچه‌ها برآمده بودند. چگونه جوانان می توانند در این کشوری کمبغل زندگی کنند؟ وقتی من با طرفداران لوکاشنکو بحث می کنم، من می گویم که من خانه پولی نمی سپارم، ولی جوانان برای کرایه خانه باید 500-600 روبل سپارند که از 155 تا 195 دلار را تشکیل می دهد. با این پول آنها تا مردن خانه خریدن نمی توانند. از این رو جوانان اعتراض دارند و من با آنها هستم. در انتخابات پرزیدنتی 9 اوگوست الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلان شد، ولی از آن وقت به این طرف هر هفته ده‌ها هزار نفر به گردهمایی‌های اعتراضی می‌برآیند. به قول آنها انتخابات سرشار از تقلب بود. لوکاشنکو که 26 سال اینجانب سر قدرت است، کوشش دارد با دریافت کمک مالی روسیه حکومتش را حفظ کند. تقلب در انتخابات، زورآوری و اذیت مردم، همه این اعمال مخالف اخلاق مذهبی پروسلاوی نصرانی است. روز یکشنبه 11 اکتبر 713 نفر به خاطر اشتراک در اعتراضهای دسته‌جمعی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی با استفاده از آب و کلتک گردهمایی‌ها را پراکنده کردند. در عین زمان معاون وزیر امور داخلی بلاروس گنادی کازاکویچ تهدید کرد که اگر ضرور بود نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات از سلاح کشنده هم استفاده خواهند برد. روز 12 اکتبر وزیران امور خارجی اتحاد اروپا با اشاره به افزایش زورآوری پلیس در مقابل اعتراضگران موافقت کردند که تحریم بر ضد لوکاشنکو و منصبداران بلندپایه بلاروس جاری شود. در رویخط تحریم شده ها که اتحاد اروپا 2 اکتبر قبول کرده بود، 40 نام را جای داده بودند، ولی اسم لوکاشنکو در آن ثبت نبود. حالا اتحاد اروپا میگوید لوکاشنکو امکان برگزاری انتخابات نو را رد کرده، هیچ امکان جز جاری نمودن تحریم بر ضد او را در اختیار نمیگذارد.